صفحه اول. توی صفحه اول ما چی می‌بینیم؟ یه سفینه آدم فضاییه که بالای زمین قرار گرفته. طبق اطلاعاتی که هست الان سال 2086 68 سال بعد از اتفاقات مانگا جوجوتسو کایزن و همونطور که مشخصه آدم فضایی‌ها داخل این سفینه هستن. طبق چیزی که اینجا نوشته اسم گونه این آدم فضایی‌ها سیمورایی‌ها هستش. ما تو این صفحه 3 تا از این سیمورایی‌ها رو می‌بینیم. یکیشون هم که روی صندلی نشسته مشخصاً رئیسشونه و فاز سکون هم داره. ایشون شروع میکنه صحبت کردن که ژاپن، چرا ژاپن رو انتخاب کردین؟ مگه آمریکا قوی ترین کشور روی این سیاره نیست؟ خب از ژاپن چی میگه این وسط؟ یکی از زیردستاش که اتفاقا همون کاراکتر روی کاور مانگاه، بله این همونه، در جواب میگه بله این حرف کاملا درسته، اما خود همین آمریکا اومده گفته ژاپن برای این مأموریت دیپلماتیک مناسبه. حالا نیما مأموریت دیپلماتیک؟ آها اینا چی میگن؟ پشماتون بریزه بچا. این آدم فضایی دنبال پناهندگی میگردن، میخوان بیان روی زمین پناهنده بشن و دنبال گونه‌ای میگردن که خیلی شبیه خودشون باشه از لحاظ قدرتی. یعنی طبق چیزهایی که ما میدونیم فعلا نمیخوان بیان مثلا اوسوسوکی دونای بروتو همه چی رو نابود کنن برن. من خودم حد میزنم که اومدن جای پیدا کنن که بمونن. تازه اینم بهتون بگم ما تو این چپتر یه چیزهایی از اون اهدافی که دارن میفهم. این ویدیو رو میتونید به صورت کامل توی کانال یوتیوب انیمه برفک ببینید.